مهاجر اویسی تقریبا همه اینایی که دادگاه ها حکم دادن تو خارج، ما تیمی که داشتیم اونجا هم اویسی، هم پسر اشرف، هم قرطیه، فرخزاد، اینا رو تیمایی که اونجا بودن معمولا بچه های باسک مأمور اجرا می شدن میزدن دیگه، هیچکی به هیچکی. بختیار و در ترور آقای بختیار انیس نقاش بود دیگه. اون ترور من رئیسش بودم. میگن که از شما حاج محسن دستور گرفتن بابت ترور. آره اصلا دادگاه گفتن مسئولش من بودم، اینا رو خواستم فرستادم، بالاخره گیر کردن. حاج آقا فرمودی گروه باسک، گروه باسک کسایی بودن؟ فرمودین باسک هنوزم هستن، استقلال طلبان اسپانیا، یه منطقه‌ای هست به نام باسک. اینها اعتقاد دارن که باید اینجا از اسپانیا جدا بشه، هنوزم هستن، هنوزم مبارزه میکنن. نه ما اونجا رفتیم، اینا خب آدمایی هستن که جنگجو هن. گفتیم ما میخوام یه همچه آدمی رو ترور بکنیم، گفتن اینقدر میگیریم، گفتیم باب میدیم. یه روحانی مصری هم بود در آلمان، رفیق اونا بود، ما پول گذاشتیم پیش اون، گفتیم اگه زد بیا بهش بده. ماجرای ترور فرخزاد هم همین بود؟